خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز من با یه آموزش خیلی خفن، یعنی جوری خفنه که ببین تعجب میکنی. مثلا نمیتونم چجوری توضیح بدم. این ویدیو هم تو یوتیوب هم تو پاد پخش میشه. مثلا من ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید، دنبال کنید، زنگوله رو بزنید، کامنت بذارید که آیا از این آموزش ها بیشتر میخوان یا نه. چون من دهنم سرویس شد تو این آموزش رو پیدا کنم. یعنی خودم شانسی دنبالش گشتم و پیداش کردم. اما کجا از ناکجا آورد. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان عزیز و حالا هرچی حالا اسم خودتون رو خواستید بنویسید. ما اینجا آموزش این که چجوری این بازی توتالی اکیورت بتل سیمولیتور یا تبس رو بذاریم. البته این تبس پاکت ادیشن فکر کنم، یعنی تبس نسخه موبایل که خیلی ساده و ریلکس شما میایید و اینترنت گوشی خود را روشن میکنید و در مارکت میروید. بله در مارکت پیام میآید. بله دلش کنیم. شما بعد از اینکه در مارکت آمده اید، حالا این تیتیزه ضعیف شرمنده ایرانه، میریم در بازی، بخش بازی ها و در بخش سرچ به انگلیسی، حالا چه بزرگ چه کوچیک فرق نداره. من برای اطمینان شما دوستان عزیز، من به فکر شما هستم. من همیشه به فکر شما بودم. پس لایک کنید. بله تبس رو به حروف بزرگ سرچ میکنیم TBAS و ثبت میکنیم تا بیاید. بله بله و بعد از تلاش های فراوان اومد. خب شما از این صفحه روبرو میشه. یکیش اینه که این گوزی ترین اصلا این نیست. شما وقتی به صورت بزرگ حروف بزرگ سرچ میکنید، بیاین دنبال این برنامه بگردید. این برنامه که نه، بازی که نوشته نسخه جیبی تبس یا همون تبس پاکت ادیشن. شما وقتی میایید اینجا میبینید که اینجا عکسش همینه، همین دکمه و همین شکلیه کلهم. وقتی تو توضیحاتش گفته که حداقل دستگاه‌های اندروید پیشنهادی دستگاه‌هایی با بیش از 6 گیگ رم و چیپست مدل یا بهتر از اسنپدراگون 778 مشخصات اندروید پیشنهادی، دستگاه‌هایی با بیش از 8 گیگ رم، ببین اون 6 گیگ رم این 8 گیگ رم و چیپست مدل یا بهتر از کیلاین 9000 هستش. و حالا حجم بازی 1 گیگ و 200 خورده مگابایته. گیر ندین، بازی بالاخره خب حجمش با پی سی برابری میکنه. پی سی هم شما بخواید بازی بریزین شاید یه ذره بیشتر بشه، ولی 1 گیگ هستش. و نسخه‌اش 1.0.83 و حالا بروزرسانیش نمیدونم بروزرسانی داد یا نه، گفته که 26504 آخرین بروزرسانیش یا موقعی که اومده و این یعنی همین چند ماه پیش اومده. بازی زیاد عقب نیافتادید دوستان. و بازی که نصب میکنید تو بخش شبیه ساز 900 نفر نصب کردن و نظارتش هم میبینید. منتها حالا میگم چون اوایلشه بچه‌ها، وقتی شما زیاد میذارین لگ میزنه بازیتون. یعنی یه چیزی زیاد مثلا هست، 2 تا سنگ پرت میکنن، چه میدونم چند تا نیزه، بازیشون که لگ زدن یه کوچولو و هرچی بیشتر طول بکشه بیشتر لگ میزنه. میگم اوایلشه دیگه. تازه من وقتی اجراش میکنم یه آپدیت داده، آپدیت 1.1. من 1.0 خواستیم میدونی رو گزینه آپدیتش بزنم، آپدیتش کنیم. من کنسل رو میزنم. بله صدام که شنیدین خیلی زیبا و چیزا. من صدا رو بالا میبرم. گرافیک رو من گذاشتم روی های یا همون بالا. وری های نداره، های داره و تنظیماتش یه کوچولو با تنظیمات نسخه پی سی فرق داره. خب 100% بخش چیت نداره، یا همون بخش DLC بود، DLC بود، نمیدونم چی بود. و لودینگ 100% لودینگش فرق داره. این لودینگش گوشی ترش کرده بچه‌ها. و اینکه فکر نکنم نیاز به اینترنت داشته باشه. حالا تست کنید. من 2 بار که باز اجرا کردم میگم تازه گفتم بذار سریع آموزشم بگیرم. و آره این صفحه میبینید خاموش روش همیشه عادیه، نگران نباشید. و بله میبینید که لگ میزن. این اومد ضبط رو بزنید، اون گوشه اومده الان این شفاخی میشه. بیا میبینید که از همین الان رو صفحه اصلی هم بنده لگ دارم. شما میان تو بخش ستینگ، بخش همین ویدیو، اینجا کوالیتی رو من میزنم روی مدیوم. اوکی و ثبت میکنیم تا این بره.
خب بچه این ویدیو الان 12:01 است. خواستم بگم میدونید برای اینکه الان رفتم تو گوگل به صورت عادی دنبال یه بازی دیگه داشتم میگشتم، حالا عکسشو میذارم براتون، اسمش رو نمیدونم، دنبال اون داشتم میگشتم اینو پیدا کردم. یعنی رسما عجیب غریب. خب یه بخش سندباکس داره، بخش چیت نداره، یه بخش تو تنظیماتش ویدیو آدیو گیم پلی، بخش اینم کار نمیکنه، مربوط به کاراکتر مارکتر و ایناست. البته اینجا اگه اینترنت روشن باشه مود میاره. حالا من تستش نکردم بچه که روش مود ریختنش با روش مود ریختن توی پی سی کار میکنه یا نه، ولی اینجا خودش مود داره. حالا خواستین میتونید به صورت حتی خود اینو خود تبس اینجا از بخش مودی چیز کنین، یا اگه روش دانلود کردن مودش مثل اون بود چیز میکنم. اگرم باید نیستید مود بریزید تو تبس که به من بگید، کامنت بذارین که ما آموزش نصب مود تو تبس رو میخوایم، من براتون هم تو گوشی هم تو پی سی میذارم. پی سی که ساده است میشم اگه مثل پی سی باشه بهتون آموزش میدم. خب یه بخش اینجا داره مولتی پلیره، نمیخوام بک بده. آره این بخش یه بخش کاستوم چیز داره که اینجا میتونید مپ انتخاب کنید، چون کاراکتر اینجا بزنید. آره دیگه بعد یه لحظه بچه حتیش هم میگفتم بچه بخش سندش رو دوستش میگه. حالا من بخوام بهتون نشون بدم نپرسین شده اینقدر چند بازی همین چند ساعت یه ساعت خودی پیش ریختم. اینجا من اینجا میام اینا رو به صورت اولش توضیح میده دکمه چجوریه دیگه. الان مثلا من نگه دارم اینجوری بکنم اینجوری میکنه ردیفی میکنه. خب این دکمه میزنیم، بله اینو میزنیم که چیز چه فرق. یه دکمه داره میتونید FPS نوشته اون تو جابی دیگه تو ترتیب دیگه داره اگزیت نمیدونم چی که میتونید چیز کنید. اینجا میتونید کم چیز کنید، تایم بازی رو کم و زیاد کنید. اینجا میتونید بازی رو استاپ کنید مثلا کل هم. اینجا میتونید اینو بردارید، اینجا تو کاراکتر انتخاب کنید، اینجا بعد این دو تا فرش پایین بالا میشه، این میچرخه تنظیمات و کلی چیز دیگه. آره دیگه خودتون هم میدونید. ببینید الان یه لگ داره بازی بردیم. بله الان من صفحه بزنم باختم، صفحه بزنم چی شد. لگش بخوام بگم از لگ نسخه لگش از لگ نسخه پی سی بیشتره. و اینکه آره دیگه اینم آموزش بود، آموزش ریختن این بازی بسیار زیبا و مطمئن تا ویدیوش هم بهتون نشون بدم. با شرکت در یعنی با همکاری سازنده این بازی با همکاری شرکتی این بازی رو ساخته و یه شرکت دیگه به اسم SD یا XD بود، چی بود؟ XD. خب تونستن نسخه پاکت ادیشن رو بسازن، یعنی رسما شما شبیه تر نمیتونید پیدا کنید. نه خودش هم گفته یکم لگ داره ولی عالیه مثل کامپیوتر و یکم لگ داره، یعنی کلهم حتی اینجا گفته خوبه ولی نمیدونم چرا برام لگ میزنه. گوشیم نوت 14 هستش، گوشی منم سامسونگ A52 اندروید 14 یا 15 نه آخرین اندروید آخرین نسخه و رسما سامسونگ A52 و آره اینطوری بود. مشخصاتش هم که گفتم که تو سیستمای میخوره، 1 گیگ هم هستش بازی و آره دیگه دیتا هم نداره، یعنی کلم 1 گیگ دیتا هم نداره. از جا داره من نمیدونم کجاست. اگه جای دیگه هم دیدین مثلا تو مثلا گوگل 100% نیست، گوگل اصلا نیستش بچا، نرید دنبالش بگردین تو گوگل سرچ کنین مثلا براتون چی میگم یه چرت و پرت میاره، مثلا نسخه الکی میاره یا اگرم بیاره بعد تبلیغات و تنگ و فنگ بگی اصلا نونو دست کاری نشه. و اینکه آره بگید دنبال بازار تو برنامه مختلف آیا هست، اگه بود تو کامنت ها بگید بزنید حداقل بقیه بدونن، حداقل به من که کمک نمی‌کنید به اون کسی که حالا دنبال این بازی میگشته کمک کنید. من تنها آموزشایی که دیدم یا آموزشای چرت و پرت بوده بچا. خواستم آموزشو بگیرم که خیالتون راحت کنم که راحت کنم نسخه اندرویدش هم هستش، نگران نباشین. من خیلی دنبال این بودم، سر همین گفتم بذار ویدیوش هم بگیرم. مرسی که این ویدیو دیدین، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و دنبال و سابسکرایب و زنگوله بغل سابسکرایب و کامنت رو فراموش نکنید. من که مرسی که این ویدیو دیدین، تا ویدیو بعدی خداحافظ.